این جمله رهبر شهید انقلاب رو ببینید. شرایط کنونی منطقه به گونه است که هم برای دشمن صهیونیستی شرایط مرگ و زندگی است و هم برای جبهه حق. تحلیل رهبر شهید انقلاب در رابطه با شرایطی که توش قرار داریم فرمود مرگ و زندگیه. با مختصات رفتاری و شناختی که نسبت به جانشین رهبر داریم که آدمیه که کنار بیا نیست، آدمیه که راه قبلی رو قرار ادامه بده بلکه قوی‌تر. یعنی ریل انقلاب عوض نشده. همین چیزی که شماها میگید که رهبر قبلی جوان شده واقعا همینه، با شروطی که نظام برای مذاکره گذاشته. خب شما اون 10 تا شرط رو ببینید: برداشتن همه تحریم‌های اولیه و ثانویه، خروج همه نیروهای رزمی آمریکا از منطقه، با شرایطی که نظام گذاشته برای مذاکرات. همه میدونن که نظام از این جنگ سالم بیاد بیرون دیگه دست کسی حالا بهش نمیرسه. لذا این جنگ وجودیه. هر کدوم از طرفین جنگ زنده از هم نپاشیده بیان بیرون اون یکی رو نابود خواهند کرد. یعنی ما زنده از این جنگ بیایم بیرون، سرپا بیایم بیرون، قدرتمند بیایم بیرون، نابودشون خواهیم کرد. اونا اگر از این جنگ زنده بیان بیرون، دست برتر بیان بیرون، مطمئن باشید اسرائیل آقایی این منطقه رو تا مدت‌ها خواهد داشت و رحم به صغیر و کبیر نخواهد کرد و قطعاً مقاومت منطقه رو یکی یکی نابود خواهد کرد. اینم هست. وقتی که رهبر انقلاب فرمودن این جنگ و این شرایط برای جبهه حق و باطل وجودیه و شرایط مرگ و زندگی، یادتون باشه جنگ وجودی تکلیفش با مذاکره مشخص نمیشه. ممکنه مسئولین مملکت ما، رهبر مملکت ما، بنا به شرایطی، بنا به مصلحتی بفرمایند که الان باید گفتگو بشه و صحنه نبرد به سکوت کشیده بشه. حتی ایشون در رابطه با این مسئله آتش بس اینا استفاده نکرد. همه اطاعت میکنیم، همه گوش میدیم به هر. ولی بدونید جنگ وجودی تکلیفش تو مذاکره مشخص نمیشه. جنگ وجودی تکلیفش تو اراده ها مشخص میشه. تکلیفش تو این مشخص میشه که کی نفس اون یکی رو ببره. حالا ممکنه بنا به شرایطی صحنه نبرد به سکوتی لازم داشته باشه، ولی یادتون باشه هر سکوتی بالاخره با یک صدایی، با یک انفجاری شکسته خواهد شد. خودتون رو برای نبرد اراده ها آماده بکنید. از این مذاکرات چیزی بیرون نخواهد. کسی با دست خودش مرگ خودش امضا نخواهد کرد. ابی عبدالله چرا با یزید حرف نمیزنی؟ چرا نمیای مذاکره بکنی؟ بابا بحث حیات اسلام و ممات اسلام، بحث این نیست که من بتونم اسلام رو یه حفظی بکنم او هم فعلا باشه تا بعدن سر یه بزنگای یقه‌شو بگیرم. انسان در نبرد مرگ و زندگی مذاکره نمیکنه و تکلیفش هم تو مذاکره مشخص نمیشه. اینی که رهبر انقلاب فرمودن حتی تکلیف این مذاکرات هم باز تو خیابون ما مشخص میشه. برید ببینید چه دعایی پشت سرتون بوده. برید ببینید کجا یک توفیقی بوده که سر بزنگاه تاریخ حیات اسلام رو دادن به شما. سر بزنگاه تاریخ گفتن آقا تو تعیین کن، بمونی واسی، من آقایی اسلام رو تو عالم امضا میکنم. استقامت تکلیف رو روشن میکنه. جای دیگه دنبالش نگردید. تکلیف این جنگ جای دیگه مشخص نمیشه.